جذابترین حادثه زندگیم رفت، دیوانه دیوانه دیوانگیم رفت. تو می روی و جان عزیز من مغرور هر لحظه به من دست کان می‌دهد از دور. انگار که تو آمده بودی بروی زود، که از روز تولد به تنت رخت سفر بود. با این همه داغی که دلم دید و تبارم، من این همه غم را به دلم یاد ندارم. بدرود امیدم نفسم عشق عزیزم، آهسته برو پشت سرت آب بریزم. لا 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 نخواب مادر که من تنهام تو تنهاته. بخون واسم همین حالا مثل هر شب. لا 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 خدای من توی مادر بمون پیش من کافر، نزار اینجا جهنم شه، بهشت از خونمون کم شه. لا 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 تنت سرده، نگو روحت سفر کرده. نوازش کن منو حالا، بخون واسم لا 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 لا. خودت گفتی بزرگم شم برای تو، همون بچم من اون بچم که بی تابه. چرا امشب خدا خوابه؟
اگر اجازه بدید با اجازه بزرگترها به خصوص محمد خان و افسانه خانم عزیز و مرنوش خانم گرامی یه 15-20 دقیقه رو میخوایم به هر حال یادی داشته باشیم از مرحوم طوبا خانم مادر افسانه خانم عزیز. و اول اینکه واقعا خیلی همگی لطف کردید تشریف آوردید اینجا و میدونم که چقدر افسانه خانم خوشحال کردید، مرنوش خانم، محمد خان و از طرف عزیزانمون از همه شما تشکر میکنم که اینجا تشریف دادید و باعث شدید که به هر حال غمشون یک مقدار سبک‌تر بشه و حالشون بهتر بشه. دوستای خوب اینجا هستن که خودشون نشون میدن که دیگه سر کار باشن نباشن، گرفتار باشن نباشن، بیان و به هر حال ساپورت خودشون رو نشون بدن. البته خب افسانه خانم رو که واقعا سالیان بسیار زیادی هست که اینجا میشناسیمشون، هم افسانه خانم عزیز و هم محمد خان رو. فکر میکنم که در همون زمانهایی هم که خیلی حال همگی بهتر بود، خب افسانه خانم همیشه بانی خیر بود و ما که اینجا خیلی بزرگتر هستیم خب بهش میگفتیم خواهر، ولی یه جورایی حکم مادر داشت برای گروهی که در واقع همیشه زحمتش رو میکشیدن. محمد خانم که واقعا مثل یه برادر بزرگ برای همه ما بوده. بنابراین همین باعث شده که الان همین دلهای گرمی که اینجا هستن، اونایی که تونستن بیان و به هر حال رفاقت خودشون نشون بدن، ارادت خودشون نشون بدن، به خاطر همون خوبیایی است که در سالیان طولانی از این رو عزیز ما دیدیم و شاهدش بودیم. به هر حال احتمالاً خیلی از دوستان میدونن که چه اتفاقی برای مادر افسانه خانم طوبا خانم عزیز افتاد و خب ایشون رو من از دامادشون بیشتر سوال کردم که یک مقداری در وصفش صحبت بکنه و چقدر ایشون تعریف کرد ازش. ما که خب هم خالش بوده و هم مادر خانمش بوده، ولی انقدر خوبی گفت از این زن که حد و حساب نداشت. و یکی از واقعا بارزترین چیزهایی که همه ما دوست داریم هم داشته باشیم هم بشنویم این است که یک نفر به عنوان یک فردی باشه که میگه همه چیز رو مثبت نگاه میکرده، یعنی اصلا هیچ وقت مورد منفی توی کسی نمیدیده، همیشه خوبیای آدم‌ها رو نگاه میکرده، میگفته چقدر همه خوبن، خصلت‌های خوب رو میدیده. و خب دیگه یه موقعی هست که همگی میدونیم یه اتفاقاتی میفته در وجود آدم، یه چیزایی به هر حال ممکنه به آدم وحی بشه، هر طوری که بخوایم میتونیم همگی راجع به صحبت بکنیم. که یک خانومی که حتی مثلا محمد خان که در شیراز بودن رفته بودن، بیشترش هم پیش ایشون بودن، میگن که وقتی میگفتم مثلا بریم یه جای مهمونی یا بریم بیرون یه گردشی بکنیم و اینا، نمیخواستن بیان، مخالفت میکردن، اصلا اهل این چیزا نبودن. ولی خب در این در واقع سفری که داشتن خب یه دفعه بهشون پیشنهاد میکنن که برن کربلا، چون خیلی دوست داشتن کربلا رو برن ببینن، در جوار امام حسین باشن و کاظمین و اینها رو ببینن. و ایشون اولین کسی بوده که داوطلب شده و خواهرای دیگه و اقوام دیگه که دوست داشتن برن، اینا هیچ کدوم پاسپورتاشون جور نبوده، جور نمیشه. اما ایشون از همه زودتر جور میشه و بلیطی که گرفته بودن به هر حال تشریف میبرن اونجا و چند روزی رو اونجا زیارت میکنن، شهرهای مقدسی که به هر حال در نظرشون بوده میرن نگاه میکنن. و درست روزی که میخواستن برگردن که برادر محمد خان در واقع میره سوار اتوبوسشون میکنه و میره پایین که یه کارهای انجام بده و برگرده بیاد، وقتی که برمیگرده میبینن که ایشون به رحمت خدا رفته. و من فکر میکنم آدم باید خیلی خوشبخت باشه، خیلی انسان خوبی باشه که وقتی که موقع رفتنش میشه با این آرامش بره، نه اینکه آدم توی بستر بیماری بیفته و به قول من سالیان سال کسی نتونه بهش کمک بکنه. و این آدم به نظر من واقعا لیاقت این رو داشته که اینقدر با آرامش از دنیا بره. گرچه به هر حال تسلیت فراوانی داریم برای خانواده شیرازی عزیز، خانواده پذیرش عزیز، از بابت این اتفاق ناگهانی که افتاده که خب هیچ کسی تصورش رو نمی‌کرده که ایشون به هر حال یه چه اتفاقی براش بیفته و در یک سفری که تازه خودش گفته اگر من رفتم اونجا برام اتفاقی افتاد، منو همونجا خاکم کنید. و خب خانواده هم با توجه به تمام سختی‌هایی که داشته احترام گذاشتن به خواسته ایشون و در همون کربلا در جوار امام حسین ایشون رو دفن کردن. آرزو می‌کنیم که روحشون شاد باشه و هر کجا که هستن جاشون بهترین باشه، در بهشت که خیلی هم بهش عقیده داریم و
در یک دنیای بهتری که فکر میکنیم عزیزانی که میرن تشریف دارن. با بعضی از دوستان که صحبت میکردیم خب راجع به روح صحبت میکردن که اصلا روح بعد از اینکه از بدن جدا میشه آیا این ماندگار هست، اصلا هست یا نیست. و خب عقاید مختلفه، هر کسی از یک زاویه بهش نگاه میکنه که چه هست. اما آنچه که یعنی فارغ از اینکه شما بخواید به صورت مذهبی بهش نگاه بکنید یا به صورت علمی و انرژی بهش نگاه بکنید، اما در کل اتفاقی که میفته این هست که وقتی یک فردی که برای روحش از بدنش جدا میشه، حداقل برای چند ساعت اول روح میگن در اطراف این بدن هنوز داره میگرده و یک راهی رو باید طی بکنه که بره به دیار باقی و اون زمانی هست که واقعا اگر عزیزان خاطرات خوب داشته باشن ازش، انرژی خوب براش بفرستن و زیاد خودشون رو ناراحت نکنن و زاری نکنن، این خیلی راحت‌تر میره و با آرامش بیشتری میره. به خاطر همین من میدونم که چقدر غم بزرگی افسانه خانم و شما میدونم با توجه به اینکه چقدر احساسات لطیف و ظریفی دارید، چقدر اذیت شدید، هم شما هم خانواده، هم بهروش خانم عزیز، هم محمد خان که من وقتی باشون صحبت میکردم واقعا همیشه بغض در گلوشون بوده وقتی راجع به ایشون صحبت میکردم و این مشخص میکنه که چقدر این فرد فوق العاده خوبی بوده. ولی اجازه بدید که روحشون در آرامش باشه و دیگه به هر حال از اون زاری و فغانی که داشتید یک مقداری کم بکنید، هم شما هم خانواده هم عزیزانی که به هر حال احتمالاً حالا این ویدیو رو بعداً براشون میفرستید میبینن، آرامششون رو حفظ بکنن. اکثرا میدونم توی برنامه‌های مختلف دوستان تشریف میبرید، حالا یک فردی مادرش فوت کرده، پدرش فوت کرده، یک عزیزی از دست داده و خب عزیزانی که اون بالا به هر حال میان و صحبت میکنن راجع به خوبی‌های یک نفر، حالا یا شناخته یا نشناخته یا اینکه به هر حال کارشون این هست، یک پولی میگیرن و میان یک سری چیزایی رو توضیح میدن. اما این رو متوجه شدم که انسان‌ها با اینکه توی هر رده‌ای هستن، توی هر درجه اجتماعی که هستن، از نظر مالی، از نظر زندگیشون، همه اینها مشتاق و واقعا عاشق شنیدن کلمات خوب هستن. من راجع به چی صحبت کردم؟ راجع به محبت انسان‌ها به هم دیگه، راجع به همین مسائلی که به هر حال ممکنه برای یک روح بعد از اینکه از بدن جدا میشه اتفاق بیفته و اینکه انسان‌ها چقدر خوب هست که با همدیگه سعی بکنن که مهربان باشن و از گناهان همدیگه، از اشتباهات همدیگه گذشت بکنن. و یک زمانی آدم توی سنی هست که یک سری از چیزها براش خیلی آزاردهنده است، ولی به یه سن دیگه میرسه که میبینه اون چیزها خیلی خنده‌داره براش و یه سری چیزهای دیگه براش آزاردهنده میشه. متاسفانه این رو میخوام بهتون بگم که آدم واقعا تا اونجایی که در توانش هست و در کنترلش هست و سعی بکنه که گذشت داشته باشه نسبت به همراهان خودش و تا اونجایی که ممکنه اگر دوستان خوبی در زندگیش وجود دارن اونها رو نگهشون داره، برای که ما از فردای خودمون خبر نداریم. بنابراین هیچ کدام نمیدونیم که فردا و فرداهامون کجا هستیم و قراره که چه اتفاقی برامون بیفته. تا اونجایی که هستیم به همدیگه مهر بورزیم، عشق بورزیم و خوبی‌های همدیگه رو ببینیم. هممون دچار اشکال هستیم، هممون دچار ایراد هستیم، نقاط خوب داریم، نقاط بد داریم. که مطمئن هستم تمام آدمایی که اینجا هستن اون خصلت‌های خوبشون خیلی بیشتر از خصلت‌هایی هست که همه انسان‌ها یک مقداری اون خصلت منفی رو در وجودشون دارن. میگوید مادر ای باغ و بهار من، بی تو چه کنم مادر؟ ای دار و ندار من، بی تو چه کنم مادر؟ می سوزم و می سازم در آتش هجرانت، بین سوز شرار من، بی تو چه کنم مادر؟ تو شمع شب افروزم، شب تا به سحر سوزم، ای صبر و قرار من، بی تو چه کنم مادر؟ چشمم به رهت مانده، شاید که ز در آیی، با خنده کنار من، بی تو چه کنم مادر؟ امید منی مادر، خورشید منی مادر، ای لاله و یاسمن، بی تو چه کنم مادر؟ بعد از تو پریشانم، در ناله و افغانم، گریه شده کار من، بی تو چه کنم مادر؟ ای محرم و همرازم،
مادر به تو مینازم، ای عطر بهار من، بی تو چه کنم مادر. از خانه مرو مادر، بیگانه مرو مادر، خسته دلم مادر، بشکسته دلم مادر. فرخنده نگار من، بی تو چه کنم مادر. هم پای تو هم مادر، شیدای تو هم مادر، ماه شب تار من، بی تو چه کنم مادر. آرزو میکنم که روحشون در صلح و صفا باشه، در آرامش ابدی باشه، جاشون مطمئن باشه در افسانه خانم که خیلی جاشون خوبه، از ما خیلی جاشون بهتره و شما خودتون یک مادر هستید. اکثر دوستانی که میدونم اینجا تشریف دارن مادر هستن، همه مادرای نمونه یکی از بهتر، که حالا ما توی جزئیات زندگی کسی نیستیم ولی میدونیم که مادرای ایرانی واقعا جزو بهترین مادرهای دنیا هستن. خدا ان شاءالله همتون رو حفظ بکنه، بهتون سلامتی بده و اون چراغتون همیشه در بین خانواده روشن بمونه. در انتها من خواهشی که دارم، با هر زبانی که هستید و با هر مذهبی که هستید برخیزید، 1 دقیقه سکوت میکنیم و در دلتون دعایی به هر حال برای روح توبا خانم عزیز بفرستید که مطمئن هستم که دعای دست جمعی خیلی اثرش زیاده و خیلی میتونه به آرامش روح ایشون هم کمک بکنه. لطف کنید بلند شید، 1 دقیقه سکوت میکنیم و با هر زبان و هر مذهبی we just pray for 1 minute in a silence. دوستان خوب یه جاهای خودشون رو نشون میدن که آدم واقعا ارزشش رو اون موقع میفهمه. قرار جان لطف کردن و یک تکست گروهی داده بودن به خانم ها، از جمله برای همسرم هم فرستاده بودن و خیلی اظهار تأسف کرده بودن که مادر افسانه خانم فوت شدن و بلافاصله هم گفتن که منزل من برنامه هست و در یک چنین روزی و یک چنین ساعتی بیاید اینجا. و در اون زمانی که گفتن حتی افسانه خانم هنوز اصلا از برنامه امروز اطلاع نداشت. اون زمانی که کرول جان و فرزاد جان این تصمیم رو گرفته بودن که این کار رو انجام بده، که کار بسیار بزرگیه. همه تو خونه‌هاتون مهمونی دادید، میدونید چقدر سخته. مهمونیایی که از این قبیل باشه به مراتب سخت‌تره، ولی کرول عزیز و فرزاد عزیز محبت کردن و منزلشون رو با آغوش باز در اختیار دوستان خوبشون گذاشتن. از این بابت واقعا تشکر میکنیم از کرول عزیز و فرزاد عزیز و همچنین آرمان عزیز که به هر حال خیلی کمک کردن و به هر حال برای اینکه این مراسم برگزار بشه میدونم که چند روز زحمت کشیده شده، از جمله دیروز که خود افسانه خانم و چند تا از عزیزان اینجا تشریف داشتن و چقدر کارهایی انجام دادن که به هر حال دوستانی که میاد اینجا به صورت خیلی آبرومند و خوبی این مجلس برگزار بشه که واقعا حق و لیاقت توبا خانم عزیز هست و جاشون خالی باشه. 100% مریم خانم، مرنوش خانم میدونم که اینجا بودن و خیلی زحمت کشیدن. همگی از عزیزانی هم که به هر حال کمک کردن و به هر حال چیزهایی رو آماده کردن آوردن، از همگیتون واقعا تشکر میکنم. افسانه خانم که زحمت کشیدن بابت اپتایزر، بابت دسر و هر چیزی که به هر حال محبت کردید و در اینجا آوردید. یک شعرم به انگلیسی میخونم به خاطر اینکه برای عزیزانی که فارسی رو متوجه نمیشن شاید یک مقدار اینجوری معنوس‌تر باشم. شعرش رو من هنوز تمرینم نکردم، نمیدونم حالا بتونم درست بخونم یا نه، ولی میگه If roses grow in heaven, If roses grow in heaven, Lord, please pick a bunch for me. Place them in my mother's arms and tell her they are from me. Tell her that I love and I miss her. And when she turns to a smile, place a kiss upon her cheek and hold her for a while. Because remembering her is easy,
I do it every day. But there's an ache within my heart that will never go away. همیشه به یادشون هستن ولی به هر حال اون درد نبودنشون و فقدانشون رو همیشه احساس میکنن. از تسلیت مجدد دادم برای شما افسانه خانم عزیز، خانواده شیرازی، خانواده پذیرش عزیز و بازم تشکر از همه شما که از هر کجایی که تشریف آوردید و عشقتون رو به هر حال نثار این عزیزان کردید که امیدوار هستم و مطمئن هستم که باعث گرمی دلشون شدید و از این طریق به هر حال تشکر دارم از طرف این خانواده برای همه شما عزیزان. لطف بکنید از که صحبت من تمام میشه دیگه غذا رو میخوان سرو بکنم قبل از اینکه سرد بشه. بفرمایید از خودتون پذیرایی بکنید. عزیزان خیلی خوشحال میشن که چیزایی که اینجا تدارک دیده شده بیشترش مصرف بشه و خورده بشه و حالا با هر زبانی هم که بعدش میخواید فاتحه بخونید، میخواید چیزی بگید، پریری بگید برای روح طوبا خانم که خیلی لطف میکنید. ببخشید یک مقدار صحبت من طولانی شد. شبتون بخیر باشه. با امیدوار هستم که همیشه اخبار خوب از همه شما عزیزان به ما برسه. تشکر. سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظه شعر شب‌های روشن، خدا حافظه شعر شب‌های روشن، خدا حافظه قصه عاشقانه، خدا حافظه آبی روشن عشق، خدا حافظه عطر شعر شبانه.